در دنیا چند نمود شبوشک‌ها معلومند؟ در دنیا زیاده از 150 نمود شبوشک‌ها معلومند. سیستم گردش خونی نرم بدنها چگونه است؟ گردش خون نرم بدنها کشاده می باشد، یعنی خون نه فقط به رگ‌ها بلکه در بین عضوها نیز حرکت می کند. در نرم بدنها دل موجود است. اساسگزار علم زوولوژیا کیست؟ اساسگزار یا اینکه پدر علم زوولوژیا عالم بزرگ یونان قدیم ارسطو که آن را اریستوتل نیز میگویند می باشد. کدام سال در دوشنبه انستیتوت زوولوژیا و پارازیتولوژیا تشکیل یافته است؟ در سال 1941. در دنیا چند نمود خرده‌داران معلومند و در تاجیکستان چند نمود آنها وامی خورند؟ در دنیا زیاده از 41500 نمود خرده‌داران معلومند که 535 نمودشان در کشور عزیز ما تاجیکستان وامی خورند. تیپ خرده‌داران به چند زیرتیپ تقسیم می شود. تیپ خرده‌داران به 3 زیرتیپ تقسیم می شود. یکم جنین خرده‌داران، دوم به کاسه سران، سیوم کاسه سرداران یا ستون مهره‌داران. در دنیا چند نمود ماهی ها معلومند و در تاجیکستان چند نمود آنها وام میخورند؟ در دنیا 20,000 نمود ماهی ها معلومند که 49 نمودشان در کشور عزیز ما تاجیکستان وام میخورند. چگونه رفلکس ها را رفلکس های شرطی می نامند؟ رفلکس هایی که در دوام حیات به وجود آمده را رفلکس های شرطی می نامند. رفلکس های شرطی دائمی نیستند. دل ماهی ها چند خانگی می باشد؟ دل ماهی ها 2 خانگی، دهلیز و میدهچه دل می باشد. چگونه خون را خون شریانی می نامند؟ خونی از اکسیژن باوی را خون شریانی می نامند.